سلام، اومدیم با یه آنباکس جدید و متفاوت دوربین POV DJI Osmo Nano. نسبت به چیزی که آدم فکر میکنه بسته‌بندی کوچیکی داره، ولی خب واسه یه دوربین POV بهتر باید کوچیک هم باشه. ببینیم داخل بسته‌بندیش چیا داره. آسون این بار باز شد. دفترچه راهنما و استور DJI، یه استیکر گذاشتن اینجا، استیکر DJI خیلی هم خوشگله. خب بسته‌بندیش داخلش چیز دیگه نداره، یه حد رطوبتگیره. بریم ببینیم که الباقی چیزا چیه. خب این جعبه شروع کنیم، ببینیم داخل جعبهش چی هستش. خب یه مکنده، یه هولدر مکنده است، خیلی هم سخت باز میشه. یعنی خب واسه اجسام صاف استفادهش. اینجا دوربین میشینه، حالا یک کیسش قابلیت چرخش هم بله داره. ببینیم بقیه چیزش چیه. کابل انتقال دیتا و شارژشه. یه داخلش یه چیزی هم داره، ببینیم که این چیه. آره این واسه نگه دارنده کلاه اگه اشتباه نکنم. این سمتش یکم سفت حرکتش، ولی خب کلمه اسمو همه جاش حک شده، ولی واسه نگهداری کلاه اینا و این اگه تیکه کلاه باشه خیلی هم سفت. دوربین میاد میشینه این سمتش. دیگه ببینیم چی داره داخل بستش. آره این تیکهش رو خیلی دوست دارم. این گردنبند که پشت لباس وای میسته. پشت لباس شما وقتی اینو بندازی، چون مگنت، البته اینا مگنت ندارن، چون هم دوربین مگنت داره و این هم مگنته، از پشت به لباس میچسبه و فقط خود دوربین نمایان میشه. اینو خیلی دوستش دارم، چراشو ولی نمیدونم. دفترچه راهنماشه، داخل قوطی دیگه چیز دیگه نیستش. ببینیم این چیه. اشتباه نکنم یه حالت گارتور داره. بذاریم اینجا بمونه. یه حالت کیس نگه دارنده، یا حالا بگیم در حد قاب گوشیه. خب بریم سر اصل کاریا. ولی وزن نسبتا سنگینی هم داره. کیس دوربینه،
حالا اینجا کاور داره، کیسشه که از این قسمت متصل میشه دوربینش و این هم حالت مگنتوره، چف میشه به اینجا. چطوری؟ این قسمت ها زامنتور داره که آزاد میکنه دوربینو. حالا اینجا قابشه، ما قابش انداختیم، ولی روشن شدنش ببینیم که آره نوشته که دوربین رو نزدیک بگیرید یا متصل کنید. حالا بریم ما دوربین رو بازش کنیم، بعد حالا نصبش هم میکنیم، بهش هم نزدیک میکنیم. اصل کاری رو باز کنیم ببینیم. اصل کاری چیزی که واقعا خیلی دیجی های سر این کیفیت ساختش ترج زده. انتظار بدنی بهتری نسبت به این داشتم، ولی خب بازم کارایی مهمتر به نظر میاد. بعد بریم ببینیم چطوری اینو به هم دیگه وصل میشن. اینم لنزش، خب اینا رو به هم دیگه وصل کنیم ببینیم که یه بوقی هم زد. بریم خب نرم افزارش هم که آپدیت و بریم کویک استارتش رو. خوشحالم که این ویدیو رو دیدید، امیدوارم که با ویدیوهای بعدی هم همراه من باشید. محتویاتی که از بسته‌بندی DJI Osmo Nano استاندارد ما باز کردیم. گردنی بود، قاب دوربین بود، هولدری کلاه بود، نگهدارنده بادکشی بود و کابل انتقال دیتا. ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. خدا نگهدار.